تونه با یه چک ایشونو بخوابونه رفته مسابقات. من دیگه یه دونه چکه؟ آره. خورده نمیخوری؟ آقا من نماینده فدراسیونم گفتم. نماینده فعل خب من میگم آقا من نماینده فدراسیونم. دیگه گفتیم آقا. چی گفتی آقا من نمیخورم. من اصلا چک نمیخورم. نمیخوری؟ جان حواس جمع. یا چکه رو میخوری یا موقع مردنم وصیت میکنم. چه وصیتی میگم؟ با صدیق ازدواج نکنی، زنت نشه. تمام؟ جهنم به جهنم ازدواج نمیکنم. پس مردی برش ازدواج. بذار الان به خودش بگم پس. بگم ببینم نظر. گرفتم. این قبل است. آقا یه دونه چکی قربونت برم. یه دونه. یه دونه شرفم اصلا یه دونه. شرف. آره. به شرف قبل است. سلام کیا داره میاد؟ من خودم انتخاب میکنم. شما آقا پسر شما تشریف بیارید. این بله همیشه. پفکشو بگیری. اسمت چیه؟ فرهان. بابات میدونه اینجایی؟ باباش نمیدونه. مادرش که میدونه که. نه نمیشه. باید با رضایت پدر باشه. چی؟ باشه. آقا شما بیا. بیا. آماده بذارم زیر گوشه. نه یه لحظه شما پدرت میدونه که اینجایی؟ بابا این خودش باباست. زر میزنه. آماده ای؟ دست بزن تو گردن. یه لحظه فقط یه لحظه ببخشید آقای سگدست. اون انگشتر عین گردن تو پشتی آقای سگدست فقط تکنیک شدت و اینا اصلا مهم نیست. فقط باید چی داری بهش بگی؟ تکنیک. فقط تکنیک. نه تکنیک اصلا محکم. آماده ای؟ بله. با شمارش من ضربتو میزنی. 5 و 5 و 5.